سلام بچه‌ها، امروز اومدم با جواب سوالای شما. تو ویدیو قبلی راجع به تنها موندن سگامون تو خونه برای تایم کوتاه با هم دیگه صحبت کردیم. برای من یه سری پیام اومد که سگ ما خیلی بو داره و خیلی شلوغه، یه به عبارتی ناهنجار شده و ما اینو باید چیکارش کنیم؟ اول از همه ما صاحبا باید رو سگامون آلفا باشیم تا سگمون حرف ما رو، فرمان ما رو بپذیره. اگر سگ روی ما آلفا باشه اصلا همچین اتفاقی نمیفته و ما تا صبحم که بگیم سگ گوش نمیده. برای اینکه ما آلفا بشیم روی سگمون 5 تا پارت داره. من اینجا تو ویدیو بچه‌ها نمیتونم کامل بازش کنم چون ساعت ها طول میکشه. من فقط میتونم تیتراشو بهتون بگم، بعد ببینید که میتونید خودتون انجام بدید یا نه، و اگر نتونستید خودتون انجام بدید به تنهایی، اون موقع میتونید به ما بگید و ما تیممون بهتون کمک کنه. حالا بریم سراغ 5 تا پارت. پارت 1 باکس، یعنی هر کسی که سگ داره توی خونه‌اش باید باکس داشته باشه و تمرین کنه به حدی برسه که وقتی سگش کنارش نشسته بهش بگه کانا برو تو باکست و کانا سری بره توی باکسش. نه اینکه سگ تو باکس زندگی کنه ها، نه، منظور ما این نیست. منظور اینه که سگ باید باکس رو ببینه، درکش کنه، تمرین کنه با باکس تا باکس رو نقطه امن خودش بدونه. در غیر این صورت نمیشه. پس پارت 1 باکس، داشتن باکسه. شما باید با باکس تمرین کنید باهاش تا محیط امن خودش رو پیدا کنه. پارت 2 چیه؟ بخور نخور. یعنی چی؟ یعنی من غذای سگم رو آماده میکنم، میذارم جلوش و سگم دست نمیزنه بهش، سمتش نمیره، نمیخورتش تا زمانی که من فرمان بخور رو بهش بدم و اون شروع کنه بخوردن. پارت 3 چیه؟ دویدن. دویدن یعنی چی؟ یعنی اینکه سگ من به این باور برسه که سرعت من از اون بیشتره. در واقعیت اینطوری نیست. سرعت سگ 10 برابر سرعت ماست. سگ میتونه با سرعت 40-50 کیلومتر بدوه و ما اینجا باید از یک کلکی استفاده کنیم که سگمون به این باور برسه که اوه سرعت مامانم چقدر زیاده و من هرچی میدوام بازم باش فاصله دارم. پارت 4 چیه حالا؟ پارت 4 اینه که به سگمون یاد بدیم بمون، فرمان بمون. یعنی سگ اینجا بشینه، بمون و ما مثلا بریم تو اتاق. و پارت 5 چیه؟ اینه که به روش سگی بلندشون کنیم، نه به روش بچه اینجوری بغلشون کنیم. نه، تو فیلم ها اگه نگاه کنید مامان سگ بچه‌شو چطوری بلند میکنه، همون طوری باید بلندش کنیم تا متوجه بشه که ما ازش برتریم. این 5 تا پارت رو تمرین کنید. هر جا که ایراد داشتید به ما بگید، تیم ما حتما بهتون کمک میکنه، قول میدم.